این هفته خبر تو خبر داره براتون از امام جمعه های نمره موقت عظما که جدیداً بخش جدیدی به اراجیفشون اضافه شده و اونم چیزی نیست جز تعریف و تمجید از آخوند رئیسی. بی انصافی است من در اینجا تجلیل و تکریم نداشته باشم از تحرکات سخت کوشانه رئیس محترم جمهور. ببینید هر جمعه اعلام نشده سفر به مناطق محروم داره، میره در جمع مردم درد دلشون رو میشنوه. اینا با این تعریف و تمجیدا میخوان بگن نظامشون یک دست شده و دیگه خبری از جنگ و دعواهای باندی نیست، اما خودشون هم میدونن که این حلوا کردن ها زیاد دووم نمیاره و ممکنه کار به چنین صحنه هایی بکشه. You guys, this is Sheba. I wrote her in today because I'm telling you she's a better آخوند رئیسی که در سفر به سیستان و بلوچستان دنبال باد درمانی بود، این بار در خراسان به کویر پیله کرد و در حالی که مردم آب و برق ندارن قمپوز بهره برداری از کویر در کرد. نکته بعدی مسئله استفاده از ظرفیت کویره. مسئله مطالعات و تحقیقات کویر، یعنی کویر باید از این ظرفیت کویر در جهت رشد در کشور در حوزه‌های مختلف استفاده بشه. زمین‌های بسیاری در کویر موجود هست، علی‌رغمی که حالا ما کویر مشکل مثلا آب داریم، اما در کنارش بسیاری از ظرفیت‌های دیگه هستش که موقعیت کویر باید مورد هم مطالعه باشه، هم بهره برداری از مطالعات. تنها بهره برداری که دولت آخوند رئیسی میتونه از کویر بکنه یه چیزی تو این مایه هست. بگذریم از اینکه همین وعده ها و سوتی ها و حرفای صدمن یک قاز رئیسی هم خودش سوژه طنزهای مجازی شده. شما برنامه‌تون برای شهرهای استان فارس چیه؟ 36 شهرستان استان فارس. استان فارس 36 شهرستان گسترده داره. بله ما فهمیدیم برنامه‌تون رو. برای اونایی که مسکن ندارن چه برنامه‌ای دارید برای مردم؟ کاهش هزینه مردم در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکن. چی؟ بخش جدی بگم تا 50% هزینه مردم هزینه مسکنی. باید حلش کنیم. بله دستون خیلی برنامه داشتید. با وجودی که چند ماه از فضاحت نمایش انتخابات آخوندا گذشته، اما آخوندا هنوز توی شوک هستن و تلاش میکنن تا توی روزه هاشون یه جوری زیرا به انتخابات مردم رو بزنن. با انتخاب مردم نمیشود حکومت الهی تشکیل داد. حکومت وقتی در مجرای دین نبود خودش کانون فساد میشه، خودش علت نشر بدیها در جامعه میشه. داستان مزخرف‌گویی‌های آخوندا درباره ویروس کرونا هم داره به جاهای باریک میکشه. تازه ترین ورژنش رو از زبون این پاسدار رسانه‌ای بشنوید. این کرونا ویروسی که امروز اینجا هستش سابقه داره، تاریخ داره. تاریخ که من ازش شناسایی کردم یه حرکت ضد اسلامی و شور ضد اسلامی که ایران راه انداخت از اول انقلاب اسلامی و ریشه هاش تقابل با دینه. بله، از یه طرف این خزعبلات رو سر هم بندی میکنن، از اون طرف پول دارو و واکسن برای مردم رو میزنن تو بیزینس میز و صندلی. بعد گفته بودیم به واردات یکی از در واقع چیزهایی که از این ارگان‌های دولتی واردات میز و صندلی تلویزیون کرده بود به جای تجهیزات پزشکی. متوجه شدیم یکی از وزارتخونه‌ها که حالا اون موقع من خب گزارشش هم به مراجع زیرربط دادیم، به دستگاه‌های نظارتی دادیم، وزارت بهداشت بود که بخشی از ارزهایی که گرفته بود میبایست به داروهای اضطراری و مورد نیاز بیماران
در واقع صعب العلاج اختصاص میدادن، متاسفانه بخشش به این ابزار آلات اینچنینی اختصاص داده بود. این همه پول ملت رو دادن به میز و صندلی، بعد یه چارپایه ندارن زیر این بابا بذارن نوحه بخونه. به خاطر همین کاراست که ویروس کرونا مونده تو ایران و میگه هرچی میخوام برم بیرون عضما نمیذاره. سلام، ما کروناییم، ما اصلا اشتباه کردیم اومدیم تو مملکت شما خیلی گناه دارید، هیچ امکاناتی ندارین اینجا. ما فقط میخوام اینجا خارج بشیم، همه راه ها رو بستن، یکی ما کمک بکنه ما برو، کمک میکنین ما برم، خبر مرگم میخوام برم دیگه نیام اینجا، راهنمایی ما بکنین، ممنون تماشا، خداحافظ. بشنگستان این هفته رو با یه خاطره مضحک و من درآوردی از عظما شروع میکنیم که گوشت پخته رو توی دیزی به خنده میندازه. که شام رو که وقتی آوردن اون ظرف خورشتی رو جلوی آقا گذاشتن، آقا اون کسی که داشت غذا رو توزیع میکرد صدا کردن که این غذا رو ببر. اون فکر کرد این غذا یه چیزی مثلا موی چیزی توش پیدا شده. عرض کرد چرا آقا؟ گفت توش گوشته. گوشت که الان کیلوی 100,000 تومنه، من نمیتونم این گوشت رو بخورم. همون این کاسه ببرید، این توش گوشته. نمیدونیم چند نفر الان از مردم ایران امکان دارن که گوشت بخورن. این آخوندایی که چنین پرت و پلاهایی رو سر هم بندی میکنن و به جای خاطره به خورد پامنبلیاشون میدن، وقتی نوبت به دین فروشی و جعل حدیث و روایت میرسه ترمز میبرن و یه چنین قصه هایی به هم میبافن. حضرت رو انداختن توی قفس شیران که شیران حضرت رو بدرند و اذیت کنن. حضرت وایساد به نماز خوندن، اینها پوزه به خاک میکشیدن، کنار حضرت مینشستن، درد دل میکردن. عین همین داستان برای امام هادی صلوات الله علیه داریم. امام هادی رفتن تو قفس شیرها، حتی یکی از شیرها مسن بود، درد دل کرد. گفت آقا این شیرهای جوان وقتی غذا رو میارن به من فرصت نمیدن من غذا بخورم، غذا رو همه رو بلعتو میخورن. حضرت هادی صلوات الله علیه سفارش کرد تا این شیر سیر نشده شما حق ندارید غذا بخورید. این یکی هم متخصص امواته و هر بار یک کشف جدید قبرستونی علم میکنه. بعضی از روح‌های پاک و مطهر و قوی وقتی از دنیا میره، چون توجه داره به بدنش، خداوند متعال به احترام اون توجهی که این به بدن داره بدن رو نگه میداره. بذارید به عبارت بهتر بگم، به عبارت بهتر اون روح مطهر و قوی و پاک به اجازه خدا با توجه خودش به این بدن کاری میکنه که بدن نپوسه. و این فقط در مورد انسان‌های خاص اتفاق میفته، این برای همه نیست. از یه طرف با این روزا سر مخاطبینشون رو شیره میمالن و از اون طرف تو جاده اختلاس یورتمه میرن. بانک داره وام میده به یه پسر، مثلا وام چند صد میلیاردی میده به یه پسر 13 ساله. خب این که معلومه که خب این وام یکی گرفته شده که احتمالاً حسابسازی شده و اصلا گرفته شده که پس داده نشود. خب این یعنی چی؟ یعنی نقدینگی دارد خلق میشود توسط نظام بانکی که احتمالاً پشتش حالا ان شاءالله که اینجوری باشه بر پایه فسادی هم بوده، روابطی بوده، نقدینگی داره خلق میشه که قرار نیستش که این نقدینگی جمع شود. خب در بخش تیویریش واکنش یه جوون هموطن درباره تبلیغات مسخره تلویزیون خامنه‌ای رو با هم ببینیم. رسانه ملی کشور ما 24 ساعته قابلمه تبلیغ میکنه. نمیدونم سرویس 20 پارچه آگرین، 10 پارچه فلان، وقتی که گوش کیلو 200,000 تومان، برنج کیلو 40,000 تومان، لپه کیلو 50,000 تومان، نمیدونم لوبیا کیلو فلان قدر،
این به چه دردی من میخوره؟ من توی میخوام بپزم. سکانس آخر خبر تو خبر این هفته به یک کلیپ پرخنده اختصاص داره که نگاه کردن و خندیدن باهاش نسخه‌ایه که یه معلم یوگا برای کاهش استرس هنرجوهاش پیچیده. 一想到你就